سلام بینندگان گرامی، نوید بامدادی از رادیو آزادی تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 3 مارس است. ساعت به وقت شهر پراگ رسا 7 و در چند دقیقه دیگر خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را به شما تقدیم میکنیم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی را اعلان کرد و حزب حاکم را پیروز اعلان نمود. بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون روز 2 مارس در نشست خبری در دوشنبه گفت از میان بیش از 4 میلیون رای دهنده بیشتر از نصف آنها به طرفداری حزب خلق دموکراتی با رهبری رئیس جمهور امام علی رحمان رای دادند. در انتخابات بیشتر از 86% مردم شرکت ورزیدند. از روی فهرست‌های حزبی و حوزه‌های یک مانداتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان صاحب 47 کرسی در پارلمان شد. حزب اگراری تاجیکستان که در پارلمان گذشته صاحب 5 کرسی بود توانست 2 کرسی دیگر از خود کند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان صاحب 5 کرسی در پارلمان شد. حزب کمونیست تاجیکستان هرچند نتوانست از حوزه عمومی جمهوری مرز 5% را گذرد، اما 2 نامزد این حزب در حوزه‌های یک مانداتی غالب آمدند. حزب سوسیالیست تاجیکستان با به دست آوردن بیش از 5% رای حق پیدا کرد در پارلمان یک نماینده خود را داشته باشد. حزب دموکراتی تاجیکستان که در پارلمان فقط 1 کرسی داشت همین کرسیش را حفظ کرد. با طرفداری از این حزب بیش از 5% مردم رای دادند. با گفته بختیار خدایارزاده حزب سوسیال دموکرات یگانه حزب مخالف دولت 0.32% رای مردم را به دست آورده است و به پارلمان راه نیافته است. ضمناً پس از چند ساعت اعلان نتیجه های انتخابات رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت حزبش نتیجه های رسما اعلان شده انتخابات پارلمانی روز 1 مارس را که به ادعای او در دوام 12 ساعت 3 بار عوض شد و رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی آن را خوانده داد اعتراف نمی کند. رحمت الله زویروف شام 2 مارس با نشر اظهارات رسمی در صحیفه‌اش در شبکه اجتماعی فیسبوک گفت نتیجه های ابتدایی انتخابات پس از مشورت های چند ساعتی اعلان شد. رحمت الله زویروف نوشته است نتیجه هایی که از طرف بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی خوانده شد غیر حقوقی و تصمیم سیاسی و تقلبی است. بیننده ارجمند تفصیلات این خبر را در شکل کتبی و هم عکس و نوارها را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org ببینید. حسین عبدالصمدов رهبر گروهی حمله‌وران به سیاحان خارجی در دنغره که به حبس ابد محکوم شده بود در زندان درگذشته است. مقامات و نزدیکان او این خبر را تصدیق کردند. منصور جان عمرов سردار اداره زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان روز 3 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که سبب و عامل‌های مرگ عبدالصمدov را مقامات دادستانی کل معین می‌کنند. عمرов افزود او بیماری جدی نداشت اما هر سری وقت به بیماری ها گرفتار می شد. از این خاطر جسد از تشخیص سودی طبی گذرانیده شد. سردار اداره زندان های تاجیکستان از حسین عبدالصمدov به عنوان یک تروریست خطرناک نام برد که گروهی حمله‌وران به سیاحان را راهبری میکرد و نیز از کردارش هرگز پشیمانی نکرد. یکی از نزدیکان خانواده حسین عبدالصمدov هم روز 3 مارس به رادیو آزادی گفت که جسد او را مقامات دیروز به نزدیکانش تسلیم کردند و قرار است مراسم جنازه او امروز در یکی از خانه‌های برادرانش در کنار دوشنبه برگزار شود. با گفته نزدیکانش او در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه ادای جزا می‌کرد. مقامات تاجیکستان حسین عبدالصمدov ساکن 35 ساله شهر دوشنبه را رهبر گروه می‌دانند که روز 29 ایولی سال 2018 در منطقه سیبستان ناحیه دنغره ولایت ختلان جهانگردان خارجی را با ماشین پخش نموده بعداً با کارد و تبر به آنها ضربه زدند. از میان 5 نفر حمله‌وران تنها عبدالصمدov زنده بازداشت شد. 4 عضو دیگر گروه در جریان عملیات نیروهای انتظامی کشته شدند. دادگاه عالی تاجیکستان 21 نوامبر سال 2018 حسین عبدالصمدov را به حبس ابد محکوم کرد. 2 تن از متهمان دیگر کرامت الله غنیف و بهروز صفایف به 16 سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنین 12 متهم دیگر را به مهلت از 1 تا 1.5 سالی از آزادی محروم نمود. تاجیکستان ورود شهروندان 35 کشور دنیا را بنابر خروج کرونا ویروس و یا کووید 19 منع کرد. خبرگزاری آزیا پلاس روز 2 مارس از قبل مسئولان آژانسی اویاسیای گراجدانی نوشت که
این نهاد به شرکت‌های هواپیمایی داخل و خارجه برقیه فرستاده آگاه کرده است که شهروندان 35 کشور را به هواپیما راه ندهند. چون این برقیه همچنان به شرکت‌های سیاحی نیز فرستاده شده است. آژانسی در شرح تصمیم خود گفته است که این اقدام به خاطر پیشگیری از گسترش احتمالی کرونا ویروس و تأمین صحتی شهروندان کشور گرفته شده است. آژانسی از شرکت‌ها درخواست کرده است که فروش چیپته‌ها را به شهروندان این شرکت‌ها قطع کنند. در صورت فروش چیپته‌ها و فرود آمدن در فرودگاه‌های تاجیکستان، شهروندان این کشورها با همان طیاره بازپس گردانیده میشوند. آمده است در برقه شهروندان تاجیکستان که از این کشورها برمیگردند زیر رژه کرانتین قرار خواهند گرفت. فهرست کشورهایی که ورود شهروندان آنها به تاجیکستان منع شد در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید پیدا کنید. روز 2 مارس، 2 روز پس از امضای سازش با ایالات متحده آمریکا که هدف آن ختم جنگ 19 ساله در افغانستان است، طالبان اعلان کردند که آتشبس نسبی در افغانستان را خاتمه میبخشند. این خبر در پی ترکش بمب در کنار یک ورزشگاه انتشار شد. مقامات ولایت شرقی خوست افغانستان میگویند که در نتیجه این ترکش 3 کس کشته شدند. تا حال کسی مسئولیت ترکش را بر دوش نگرفت. طالبان میگویند که به سلاح بدستانشان دستور دادند که سر از 2 مارس عملیات بر ضد ارتش افغان را ادامه دهند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد میگوید اکنون طالبان با نیروهای خارجی حمله نمی کنند، ولی حمله ها بر ضد ارتش افغان دوام خواهد یافت. روز 2 مارس در قرقیزستان برخورد پلیس با طرفداران سیاستمدار محبوس صدیر جعپروف به وقوع پیوست. اعتراضگران طلب دارند که این سیاستمدار از زندان رها گردد. خبرنگار رادیو آزادی میگوید 2 مارس در میدان علاتاوی بیشکک پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و آب صدها اعتراضگر را پراکنده کرد. اعتراضگران در جواب به پلیس و نیروهای امنیتی سنگ هوا داده به ماشین‌ها و اداره‌های گرد و اطراف آسیب رسانیدند. وزارت امور داخلی قرقیزستان میگوید که بیش از 30 نفر بازداشت شد. وزارت کارهای داخلی میگوید اعتراضگران میبایست ساعت 5 جمع آمدشان را به پایان میرسانیدند، ولی آنها بعد از آن هم در میدان باقی ماندند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبری با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعار خارجی برای امروز که از جانب بانک ملی تعیین شده است، $1 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو 10 سومانی و 50 درم ارزش دارد. برای امروز 1000 روبل روسی 152 سومانی مقرر شده است. نویدی بامدادی اینجا با پایان رسید. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز پیشکش شما میشوند. ما را همراهی کنید.